در بخش دوم کاوش در جشن‌های اشکانی به فرهنگ غنی و پرجنب و جوش این امپراتوری می‌پردازیم. موسیقی در زندگی اشکانیان، جشن‌ها، آموزش و جنگ‌ها نقش حیاتی داشت. گوسان‌ها، شاعر نوازندگان دورگرد، بخش مهمی از سنت موسیقایی و روایت داستان‌های حماسی بودند. سازهایی مانند فلوت، شیپور، چنگ و تنبور با رقص‌های پرشور فضای جشن‌ها را پر می‌کردند. جشن نوروز و مهرگان از مهمترین اعیاد اشکانی بودند. جشن‌های زرتشتی مانند خردادگان، بهمنگان و سپندارمزگان با ضیافت‌های عمومی و اعمال خیرخواهانه همراه بودند. جامعه اشکانی چند قومیتی و متنوع بود و اشرافیت ساختارهای اجتماعی را حفظ می‌کرد. اقتصاد اشکانی بر تجارت، صنایع دستی و کشاورزی رونق داشت و مسیرهای تجاری را کنترل می‌کرد. اشکانیان دیپلمات‌های ماهر بودند و فرهنگشان ترکیبی یونانی، بینان نهرینی و ایرانی بود. این ترکیب فرهنگی در هنر و معماری آنها به ویژه ایوان مشهود بود. جشن‌ها و فرهنگ اشکانی بازتاب هویت آنها و میراثی ماندگار برای تاریخ ایران بود.